مجلس ملی مجلس بالوی پارلمان تاجیکستان خبر داد که روز 8 ژانویه سال 2024 رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی با یک سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران رفت. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پالاتای بالوی، در این سفر رستم امامعلی را رئیسان کمیته های مجلس ملی و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. به دنبال خبرگزاری دولتی خاور با نشر چند عکس خبر داد که رستم امامعلی با سفر رسمی وارد شهر تهران پایتخت ایران شده و در فرودگاه او را نماینده رسمی جمهوری اسلامی استقبال گرفتند. در عکس‌های نشر کرده خاور دیده می شود که رستم امامعلی به تهران با هواپیمای شرکت سامانایر سفر کرده است، نه با هواپیمای پرزیدنتی که سال 2022 با نرخ بیش از 90 میلیون دلار از مکزیک خریدند. این نخستین سفر رسمی رستم امامعلی به ایران است. تلگرام کانال رستم امامعلی خبر داد که او در تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران محمد باقر قالیباف ملاقات کرده است. در نتیجه مذاکرات دوجانبه یادداشت تفاهم همکاری بین مجلس ملی جمهوری تاجیکستان و مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. خبر داد تلگرام کانال رستم امامعلی. سفر رستم امامعلی به ایران در پی حمله پرقربانی در شهر کرمان آن کشور صورت میگیرد. در آن حمله روز 3 ژانویه که 2 مرگ طلب انجام دادند و مسئولیتش را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، نزدیک 100 نفر کشته و بیش از 280 تن دیگر مجروح شدند. اخیراً وزارت اطلاعات ایران که امور امنیتی جمهوری اسلامی را در دست دارد اعلام کرد که یکی از مرگ طلبان شهروند تاجیکستان بوده است. رستم امامعلی روز 4 ژانویه در رابطه به حمله کرمان به رئیس مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران محمد باقر قالیباف برخی تسلیت ارسال کرده بود که در آن چنین گفته می شود: در رابطه به حمله مدهش تروریستی و تلفات زیاد جانی در شهر کرمان به شما و کل مردم ایران همدردی عمیق خود را بیان می نمایم. به نزدیکان و پیوندان هلاک شدگان صبر جمیل و به آسیب دیدگان شفای عاجل خواهانم. رستم امامعلی 36 سال داشته، پسر کلانی پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رامون است و از ماه ژانویه سال 2017 شهردار دوشنبه پایتخت تاجیکستان بوده. ماه اپریل سال 2020 رئیس مجلس ملی پالاتای بالوی پارلمان انتخاب شد. طبق قانون اساسی تاجیکستان رئیس مجلس ملی بعد پرزیدنت رسما رهبر دوم کشور به شمار می رود.